راه تداوم و پیشرفت از نظر ویل اسمیت. توی بخشی از کتاب ویل داستانی واسه ما تعریف میکنه از زمان کودکیش که پدرش اون و برادر کوچکترش رو مجبور به کشیدن دیوار بسیار بزرگ جلوی مغازش میکنه. ویل میگه برای جسم کودک 11 ساله مثل من بسیار این کار سنگین بوده. هر آخر هفته، هر تعطیلات، بدون روزی مرخصی، زمانی که کودکان همسن و سال من در حال تفریح یا بازی بودن، من مشغول انجام دادن کار بسیار سختی مثل این بودم. ویل اسمیت میگه بعد از مدت انجام این کار، زمانی که به پدرش اعتراض میکنه که این کار غیر ممکنه و چرا ما مجبوریم به انجام این کار، پدرش در کمال خونسردی میگه که به اون دیوار اصلا فکر نکن و فقط آجر بعدی رو بذار سر جاش. ویل اسمیت میگه راه موفقیت من بسیار ساده است. زمانی که خستم فقط آجر بعدی رو میذارم سر جاش. زمانی که شکست عشقی خوردم فقط آجر بعدی رو میذارم سر جاش. من به اون هدف آخر فکر نمیکنم و فقط هر روز آجر بعدی رو میذارم سر جاش. این بود راه ویل اسمیت. راه تو چیه؟ راه تو دوست داشته باش و اونو با بقیه به اشتراک بذار تا کنار هم دیگه راههای بهتری یاد بگیریم.